هر چقدر مال و ثروت داشته باشی، هر چقدر لباس گران قیمت بپوشی، هر چقدر دارایی داشته باشی، اینجا تو قلبت مرحمت و انسانیت نباشه، اون پولت به هیچ دردی نمیخوره. دست بشکن، پا بشکن، ولی دل نشکن. کسی که دل میشکنه وضوش باطله. اگر روزی 1000 رکعت بخونه، هر بلایی که سر دیگران آوردی، تا موقعی که رو خودش و تجربه نکنه نمیمیره. هر کسی که گناه کسی را بشوره، غیبتشو بکنه و در حقش ظلم کنه، خدا جواب کارشو میده. ما چی میدونیم آدمهای امروز با چه حالی سر پا هستن؟ یا مهربون باشیم یا ساکت. چقدر سخت است آدم لباس انسان بپوشه ولی بویی از رحم و انسانیت نداشته باشه. برو درسته.